بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. بله گوش میکنم شما را. چرا مذهب حنفی مذهب تحمل پذیر شمرده میشود؟ چرا مذهب حنفی را مذهب تحمل پذیر میگویند؟ این برادر عزیز ما میگوید که چرا؟ چون که ما و البته این دیدگاه مذهب حنفی است که در میان مذاهب و دیگر رأی ها بسیار تحمل پذیری در این دیده می شود و مذهب تحمل پذیر حنفی میگویند. این اصطلاح را استفاده میکنند. میگوید چرا این را تحمل پذیر میگویند؟ شما ببینید اولا اینکه استدلالاتی که مذهب حنفی دارد، مثلا اون استدلال میکند از قرآن، از سنت، از قول صحابه، از اجماع امت، از قیاس، از استحسان، از عرف، یعنی 7 تکیهگاه دینی دارد. اگرچه بعضی اینها فرع هستند در زیر 4 اینها، اما اون دیدگاهش اینقدر وسیع هست بنابراین اون تحمل پذیری در اون دیده میشد. مثلا عرف عام را العرف کالنص است، مثل که یک چیز با نص قرآن حدیث ثابت شده باشه است، عرف عامی که خلاف نصوصی دینی نباشد اون هم به مانند همون نص عمل کرده می شود. بنابراین مذهب امام اعظم را مذهب تحمل پذیر می گوید و در باب عقیده و در باب تکفیر مردم به نهایت احتیاط می کند و مردم را به سوی ترک اختلاف و به سوی اعتدال و عدالت دعوت میکند. بنابراین مذهب امام اعظم را مذهب تحمل پذیر حنفی میگوید و این چیزها در بیان تحمل پذیری مذهب اون بیان میشود.